دوستان اگر این رو لطف کنن نشون بدن، سوره اعراف آیه 46. در اینجا الله سبحانه و تعالی در مورد وضعیت بهشت و جهنم داره صحبت میکنه. میفرماید که و بینهما حجاب، در بین اهل جهنم و در بین اهل بهشت یک حجابی است، یک پرده‌ای هست، یک دیواری هست. و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، و بر اعراف به معنی بلندی ها، تپه ها که در بین بهشت و در بین جهنم هست. رجال، مردانی هستند در اینجا مردانی هستند در این تپه. شیعه یکی از مشکلشون این است که هر جا یک آیه رو دیدن که در اون رجال هست، شیعه هست، کلمه 12 هست، کلمه 5 است، کلمه 4 است، بعد میگن بله این یا 14 معصوم است، یا 12 امام است، یا 5 تن آل عباس، یا نمیدونم 4 تن فلان است، یا این رجالی که در اینجا ذکر شده اهل بیت است، امامان شیعه است. یعنی به قول معروف به علی شریفی گفته بودم که هر سیبیلویی رو فکر میکنه که باباش هست. این مشکلی دارن، یک مشکل روانی دارن. مثلا ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، تعداد ماها در نزد الله سبحانه و تعالی 12 ماه هست. میگن این 12 ماه یعنی 12 امام. یه روز آخوند به یاد داشته باشید در وصال حق با بحث میکرد، گفت که این یکی از دلایل 12 امام همین آیه است که الله متعال میفرماید ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. گفتم خب قبول، این از بین این 12 تا امامی که در اینجا ذکر شده 4 تا حرامزادش کدوم ها هستن؟ عصبانی شد، شروع کرد به فحش دادن که شما دارید توهین میکنید، فلان میکنید. گفتم ببین دوست عزیز، من توهین نمی کنم، اهانت نمی کنم، منتها الان شما مسئله رو گفتید که من تعجب میکنم. این آیه رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. دوستان اگر نشون بدن، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. تعداد ماها در نزد الله سبحانه و تعالی 12 ماه است در کتاب، در قرآن کریم یا در لوح محفوظ، در کتابی که در نزد الله است، در روزی که آسمان ها و زمین را خلق کرد. گفتم خب 4 تا حرامزادش کدام ها هستن؟ شروع کرد به فحش دادن. گفتم ادامه آیه رو بخوان. منها 4 حرم، 4 تاش حرام است. این 4 تاش که حرام است یا حرامزاده هست، انسانی که حرام باشه یعنی حرامزاده است. این 4 تا امام حرامزاده کدومش هستن؟ نیایید آیاتی که هیچ ربطی نداره به امام، اینها رو به امام شما تشبیه بکنید. اینجا منظور از 12 ماه همون 12 ماه قمری است. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه. و ماه‌های حرام هم ماه رجب هست، ماه ذوالقعده هست، ذوالحجه هست و محرم هست. این ماه‌های حرام است که در این ماه جنگ کردن، جدال کردن ممنوع است. ربطی نداره به 12 امام. منتها اینا مشکلش اینجاست که هر جایی که رجال دیدن، هر جایی که 12 دیدن، هر عددی رو که دیدن این رو تشبیه میکنن به چی؟ به 12 تا امامشون. برمیگردیم به همون آیه‌ای که دوست عزیزمون گفتن که شیعه اعتقاد دارن که این منظور از این رجالی که علی الاعراف هستن در این آیه در سوره اعراف، این منظور همون امامان شیعه هستن. خب بیاید اول این آیه رو ترجمهش رو بخونیم. یعرفون کلا بسیماهم، میگه که این کسانی که در اینجا هستن هر دو گروه بهشتی و جهنمی رو با چهره هایشان میشناسن. ببینید شما مثلا در 2 تا حیات هست، شما در وسط این 2 تا حیاتی که یک دیواری هست، بالای این دیوار اگر بایستید اهل ارض و حیات رو میبینید. اگر بیرون از خونه در روی حیاط نشسته باشن میبینید که بله اینجا محمود آقا نشسته با خانوادهش، اینجا علی آقا نشسته با خانوادهش، دارید اینا رو میبینید چون شما در یک منطقه مرتفع بلند در دیوار نشستید، هر دو طرف رو دارید میبینید. اینها هم چون در این مکان مرتفع بین دوزخ و بین بهشت هستند، هر دو طرف رو میبینند و میشناسند. و نادوا اصحاب الجنة
ان سلام علیکم، صدا کردن به اصحاب جنت، صدا می کنند یا صدا کردند که سلام باد بر شما، السلام علیکم. لم یدخلوها و هم یطمعون، اینها هنوز وارد بهشت نشده‌اند ولکن اینها آرزو دارند که وارد بهشت شوند. آیه بعدی و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، وقتی که روشون برمیگردونن اصحاب نار رو، دوزخیا رو میبینن، قالو، همین رجالی که مردانی که بر روی همین بلندی هستن که اسمش اعراف هست، قالو ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، بارالها ما را با این گروه کافر ظالم ستمگر قرار نده. ادامه هم داره و نادى اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم، این کسانی که بر بالای این بلندی ها بودن مردانی را میبینن که آنها را میشناسند و آنها را صدا میکنن. ما اغنى عنكم جمعكم و ما کنتم تستكبرون، به اصطلاح اون گروهتون، اون حزبتون، اون افرادی که داشتید، اونا به درد شما نخوردن، مال اندوزیتون به درد شما نخوردن، سرکشی و تکبرتون به درد شما نخوردن، هیچ کدام اینها به حال شما فایده ای نداشتن. خب این آیات کلا در مورد یک گروهی داره صحبت میکنه که این گروه نه اهل بهشت هستن نه اهل جهنم هستن، در این وسط هستن. وقتی که به اهل جنت نگاه میکنن به اونها سلام میدن و الله متعال در اینجا میفرماید که لم یدخلوها و هم یطمعون، وارد بهشت نشدن اما آرزوی دخول بهشت را دارند. و به طرف اصحاب جهنم که نگاه میکنن، به طرف جهنمیان نگاه میکنن، در اینجا دعا میکنن، میگن که ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، بارالها ما را به همراه قوم ظالم و ستمگر قرار نده. شما به عنوان یک انسان عاقل چه برداشت میکنید؟ آیا اینا امامان هستن؟ اگر امامان بودن خب باید از همه پیشتر وارد بهشت میشدن. این وسط بهشت و جهنم چیکار میکنن؟ اگر امام بودن و امامان که 100% اعتقاد اهل سنت و اعتقادش بر این است که امامان اهل بیت بهشتی هستن، انشاءالله یک 2-3 نفرشون که 100% بشارت بهشتی، حسن و حسین و علی و اینا که یعنی بشارت بهشتی بودنشون 100% است. بقیه‌اش هم یعنی اجماع علمای اهل سنت و شیعه بر این است که انسان‌های متقی و پرهیزگاری بودن که انشاءالله از اهل بهشت هستن. پس اینا چرا آرزو میکنن که از اهل بهشت باشن؟ پس مشکلی دارن، یک مشکلی دارن که اینا رو در اینجا نگه داشته، اینها نمیتونن وارد بهشت بشن. بعد به طرف اهل جهنم که نگاه میکنن دعا میکنن بارالها لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ما رو با این جهنمی ها یک جا نکن. پس حتما مشکلی دارن چون امکان داره که وارد جهنم بشن. پس اینا کی هستن؟ علمای اهل سنت، علمای عاقل، علمای مسلمان بنابر احادیثی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت شده و روایاتی که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و از صحابه که از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم تفسیر این آیات رو شنیدن ثابت شده، این است که تعدادی از انسان‌ها هستن که موقعی که میزان میشه، موقعی که وزن میشه اعمالشون، گناهانشون و خوبی‌هاشون برابر میشه. مثل بازی فوتبال دیدید گاهی اوقات 2-2 3-3 4-4 گلا برابر میشه، چیکار میکنن؟ میرن برای چی؟ پنالتی زدن. اینجا اینها اعمال نیکشان و اعمال بدشان برابر بوده. اینها نه بهشتی شدن نه جهنمی شدن. پس الله سبحانه و تعالی اینها رو در این وسط نگرشون میداره، نه وارد بهشت میشن نه وارد جهنم میشن. هم این طرف عذاب رو دارن میبینن، هم این طرف نعمتها رو دارن میبینن. و اکثر علمای اهل سنت بر این اعتقاد هستن که اینا در نهایت همه اینها چی میشن؟ اهل بهشت میشن. الله سبحانه و تعالی اینها رو میبخشه و اینها اهل بهشت میشن. بعضی از علما در مورد
کسانی که در اعراف هستن میگن اینا کسانی بودن که بدون اجازه پدر و مادرانشون به جهاد رفته بودن، به جهادی که نفیر عام نبوده. و میدونید که اجازه پدر و مادر شرط است در جهاد رفتن، غیر از نفیر عام. جهاد عادی باشه شرط است. به خاطر این الله سبحانه و تعالی اینها رو در اینجا نگه داشته و در آخر وارد بهشت میشن. گروه دیگر میگن که اینها کسانی هستن که پدرشون ازشون راضی بوده، مادرشون ازشون راضی نبوده، یا مادرشون ازشون راضی بوده، پدرشون ازشون راضی نبوده. به خاطر همین اینها در این وسط قرار داده شدن و تا که فیصله بشه و در آخر رضایت پدر و مادرشون رو کسب میکنن و وارد بهشت میشن. بعضی از علما در تفسیر این میگن که اینها کسانی هستن که در بین موسی علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم که اهل الفتره میگن. اهل الفتره به کسانی میگن که در بین دو تا پیامبر زندگی کردن. پیامبر اولی مرده و دینش مندرس شده، مردم گمراه شدن. پیامبر بعدی تا هنوز نیامده. عده‌ای هستن که در بین این دو تا پیامبر اون اخلاقیات رو، اون بقایای اون توحید رو حفظ کردن. اینها رو بهشون میگن اهل فتره. انسان‌های خوش اخلاقی هستند، انسان‌های خوبی هستند، انسان‌های بدی نیستن، با مردم رفتار خوب دارن. اینا میگن اهل فتره هستن. اینا رو هم در اونجا قرار میدن و الله سبحانه و تعالی حکم میکنه، مورد امتحان آزمایش قرار میگیرن و وارد بهشت میشن. بعضیا میگن که اینها اهل فضل هستن از مؤمنین، که اینجا الله سبحانه و تعالی اینا رو میاره که ببینید من به فضل و کرمم شما رو وارد بهشت کردم. اگر این فضل و کرم الله سبحانه و تعالی نبود جایتون اینجا بود در دوزخ. عده‌ای هم میگن که اینها ملائکه هستن. عده‌ای هم میگن که بعضی از مفسرین اینا میگن که اینا از بنی آدم نیستن، اینها از ملائکه هستن. اما صحیح ترین قولی که اجماع تقریبا در بین علما وجود دارد بر این است که اینها همونایی هستن که گناهانشون و ثوابهایشون، پاداششون برابر شده و در اینجا منتظر امر الهی هستن که الله سبحانه و تعالی اینها رو به اذن تعالی وارد بهشت بکنه. پس ببینید که اینها چطور از آیات قرآنی با تفاسیر عجق و عجقشون سوء استفاده میکنن. مثل یکیشون تفسیرشو میخوندم، باور کنید که بلند خندیدم، یعنی از تفاسیر عجق و عجق اینا. میگه که مرج البحرین یلتقیان، علی و فاطمه با هم دیگه هم بستر شدن. بعد از اون میگه یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از اونها لؤلؤ و مرجان خارج شد، لؤلؤ حسن، مرجان حسین. آیه در مورد بحر داره صحبت میکنه، در مورد دریا داره صحبت میکنه، در مورد سنگ‌های لؤلؤ و مرجان داره صحبت میکنه. این در مورد به اصطلاح امامان این رو بردن با اونها چسباندن و از این تفاسیر عجق و عجق اینا زیاد دارن در تفاسیرشون. الله متعال هدایتشون بده.